چه وضعشه واقعا؟ من خیلی خجالت میکشم. آی دکتر، توی شرایط که تو نظام سگ صاحبشون نمیشناسه، بهتر نیست شما به جای شرکتتون تو این برنامه تمام وقت بشینید تو بیت مقام عظما و همین بحثا رو حضوری به مقام عظما بگین؟ کار از این کارا گذشته. ما فوقش میتونم به ایشون دلداری بدم که اونم دیگه داره کم کم ازش میگذره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که یارو زنگ زد به رادیو پیام، گفت من یه کیف پیدا کردم با 50 میلیون تومان پول توش. گوینده گفت آفرین، میخواین از این طریق به صاحب کیف پیام بدین که بیاد پولشو بگیره؟ یارو گفت نه بابا، میخوام یه آهنگ غمگین برای صاحبش پخش کنین. روشن شد یا همچین بزنم که غمگین بشی. ولی اگه شما بکشی کنار، بیت عظما میشه برهوت فهم و شعور. اون وقت قورباغه‌ای مثل ولایتی میشن مشاور عظما که به اسم استراتژی چه چیزایی به اسم رهنمود خود اون بدبخت و بیچاره نمیدن. قربونت دارم. من به عظما گفتم اگه خواستی خودتو بدبخت‌تر و بیچاره‌تر از اینی کسی بکنی، برو مشورت‌های داغون یارو رو گوش کن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که طرف رفت نمایندگی سایپا، گفت آقا فرمون این ماشین خیلی زیاد صدا میده، چه کار کنم؟ طرف گفت خب صدای ضبط ماشین تو زیاد کن دیگه. روشن شد یا بذارم تا صدا زیاد شه؟ حالا نمیشه یه چیزی یادش بدین که وقتی با عظما تنهاست از این بلاها سرش نیاره؟ یاد دادن استراتژی به مشنگ مثل اینه که بخوای رو چرتکه ویندوز نصب کنی. به سلامتی اونایی که روز قیامت فقط زمین ازشون شاکیه، اونم به خاطر سنگینی معرفتشون. تو مسابقه زندگی گل زدن مهم نیست، گل شدن مهمه. تو هم که دست گلی برای خودت. دکتر مثل خط سفید وسط جاده میمونم، تکه تکه میشم ولی بازم پا به پاد میام. خیالم راحته که زمستون هر چقدرم سرد باشه یه رفیقی مثل شما دارم که دمش خیلی گرمه. آی دکتر ول کن دیگه این تعارفا، تیکه پاره نکنیم، وقت برنامه داره تموم میشه. آی دکتر این همه نمایش و رزمایش و بزمایش و آزمایش و اینها چیه؟ بالاخره نظامی، سیاسی، تبلیغاتی، مگه پیامش اقتدار نیست؟ ما با این رزمایش داریم میگیم زانو نمیزنیم، پیشگیری هم کردیم، دراز کشیدیم ولو روی زمین که دیگه نتونیم زانو بزنیم. تو بوکس اگه سر پا باشی زانو زدن بده، ولی وقتی که پهن زمینی ستاره ها دور سرت دارن میچرخن، از خدات باشه که بتونی بلند شی رو زانو که اقلا بگه خودش هم فهمید که ناک اوت شده، نه اینکه فرداش تو بیمارستان که به هوش اومدی بهت بگن که چه گندی زدی، که تازه شاید نباشی که خبرشو بگیری، روحت شاد شده باشه. ولی آقای فیروزآبادی گفته گیرنده پیام این رزمایش قدرت‌های خارجی هستند. اون اصلا کارش از زکام استراتژیکی و قلنج مغزی اینا گذشته که این حرفا رو داره میزنه. طرف حساب خارجی کجا بود؟ اونا که خودشون بهتر از من و تو آمار هواپیماهای قزمیت مشتی ممدنی با دستشونه که این فیروزآبادی رو جلوش هم که بذاری از رو به خونه باز نمیتونه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که به مشنگه گفتن فامیل این دکتره که تو ساختمون شما مطب داره چیه؟ از رو تابلو نگاه کرد گفت ترابی. گفتن اسمش چیه؟ گفت فیزیو. باشه فیروزآبادی مشنگ، ولی آقای روحانی چرا دو دستی زد تو سر مقام عظما سر این رزمایش ها؟ داستان جنگ دو طرف متخاصمه. ما با استکبار آقای دکتر فکر کنم این زکام استراتژیکی فیروزآبادی رو تو هم گرفتی. کجای کاری قربت برم؟ دم و دستگاه عظما با تک و طایفه حاج آقا رفسنجانی، اینا که حالا با هم دیگه در افتادن. این میگه بزن تو دنده هسته و ماموریت برومرزی و حاج قاسم سلیمانی و بشار و بقیه، اون میگه آویزون شو به اون وریا که این داستانی که عظما برده ما رو تا دم پرتگاه یه جوری ازش برگردونیم. البته هر دو خط وضعشون شبیه همه. یعنی پس فرقی نمیکنه آقای دکتر که کدوم خطو بریم؟ وقتی میگم شبیه همه یعنی هر دوشون خوردن به دیوار، الان دارن تو سر کله خودشون. دکتر من البته اینو خودم هم با شم استراتژیکیم حس کرده بودم. اعتماد به نفس تو رو
اگه کبریت نیم سوخته داشت الان مشعل المپیک بود. خوبه همین الان گیرگیر تو رو از تو دیوار در آوردی با شم دکتر آقای روحانی منو گیج کرد. بالاخره میگه این مانور رو برگزار نکنیم و کشکی از اقتدار صحبت نکنیم. خب برای کله بسیجی ها آخه شیره لازمه، نمیتونی. ولی اگه خارجی جدی بگیرن و بزنن فک نظام پیاده کنن چی؟ اولا کسی جدی نگرفته، اگرم بگیرن کاری نداره. ظریف و زودی مرفستیم قاطعانه بهشون بگه غلط کردیم. دویمان چرا جلو بزنیم تو گاراژ؟ مرحوم ابوی همیشه میفرموده بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که خسیسه هواپیماش داشت سقوط میکرد، سریع زنگ زد به پسرش گفت بدو برو آژانس مسافرتی بلیط برگشت ما رو باطل کن، داریم سقوط میکنیم. روشن شد یا همچین بذارم که سقوط کنی اینجا. این روحانی هم یه حرفای اول کار زد که فکر بکنن واسه بعدش برنامه داره. بعد معلوم شد که به اندازه اون بقیه هم حرف نداشت که بزنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه داشت دنده عقب عرق ریزا با بدبختی با ماشین از کوه میرفت بالا. بهش گفتن چرا دنده عقب میری؟ گفت میترسم بالا جا نباشه نتونم دور بزنم. گفتم باری کلا چقدر دوراندیشه. نیم ساعت بعد دیدن همون مشنگه با همون ماشین از همون کوه با همون بدبختی و عرق ریزات داره دنده عقب میاد پایین. گفتن خب الان چرا دنده عقب میای؟ گفت آخه رفتم بالا کوه دیدم جا هست ما تونستیم دور بزنیم دیگه. آی دکتر این حاجی رفسنجانی هم تو هوشیاری و هفت خطی به خود امام رفتن. حرفایی که میزنن اولش آدم فکر میکنه خیلی مظلومانه صحبت میکنن، ولی پشتش میبینی که چه فکی از مقام عظما پیاده میکنن. زهری که میریزن تو کام عظما تو ژنو به ایشون ندادن. بعضی وقتا آدم استغفرالله شک میکنه به این صحبت حاجی رفسنجانی که گفتن من عاشق مقام عظما هستم و ایشون هم به من عشق میورزن. عاشق به معشوق میگه اگه اتفاقی واسط بیفته میمیرم، ولی رفیق به رفیق میگه اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات بیفته. حاجی رفسنجانی به عظما میگه اگه بکشمت هم نمیذارم اتفاقی برای خودم بیفته. ممکنه بکشته. از اون طرف تو مجلس فک آقای روحانی گذاشتن کف دستش، اضافیش هم گذاشتن برای حاجی رفسنجانی شعار میدادن تاجر ورشکسته برگرد به باغ پسه. این لاریجانی مشنگ ارزه اداره کردن این مجلس رو نداره. آیه این بالاخره معلوم نکرد سر چی کدوم وریه. اینطوری که قول و قرار با عظما میذاره، بعدش به حاجی رفسنجانی حال میده، از اون ور میره دوباره یه قولی به این میده و با اون یکی میره. آدم یاد رونالدو میفته که به راست نگاه میکنه به چپ پاس میده. هر چقدرم هویج میخورم بازم چشم دیدن آدم بیشعور و بیخاصیت رو ندارم. اتفاقا بیشعورا خیلی هم خاصیت دارن، اگه نبودن که قدر باشعورا که معلوم نمیشد که. آیه دکتر قبل از اینکه کار به جای باریک برسه من خودم راهنمود پایانی رو به مقام عظما میدم، البته با کمک از راهنمودهای شما. مقام عظما در این شرایط بنبست اینطوری پیشنهاد میشه که دستاتون رو به طرف آسمون بلند کنین، همون یه دستتون رو بالاتر بالاتر بالاتر، یه نفس عمیق بکشین، بعد محکم بزنین تو سر خودتون. سب بینم ناکس اگه نصف حرف من زده بودم الان اینجا قشقرق به پا میکردی و چرا اینجوری کردی؟ چرا اونجوری کردی؟ من اینو گفتم که شما بدترشو نگی. زدی تو پای ملاک. اینو گفتم که تو بدترشو